به نام خداوند بخشنده مهربان. زیباترین سرود لب‌های ما، تو بهترین کتاب قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی، تو سخن خدای الرحمانی. زیباترین سرود لب‌های ما، تو بهترین کتاب ما قرآنی. سلام علیکم بچه های نازنین، خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه غنچه های قرآنی. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم، مجری برنامه غنچه های قرآنی. همراه ما باشید با یک سوره دیگر. بچه های عزیز، سوره‌ای که امروز می‌خواهیم یاد گیریم سوره انشراح می باشد. سوره انشراح شرح نیز نام دارد و در جزء 30 قرار دارد. سوره انشراح 8 آیت دارد و 94مین سوره قرآن است و در مکه نازل شده است. بچه های قرآن دوست، بیایید به قرائت این سوره مبارک گوش دهیم. سوره انشراح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش کنید. الم نشرح لك صدرك. بلند بخوانید. الم نشرح لك صدرك. گوش کنید. ووضعنا عنك وزرك. بلند بخوانید. ووضعنا عنك وزرك. گوش کنید. الذي أنقض ظهرك. بلند بخوانید. الذي أنقض ظهرك. گوش کنید. ورفعنا لك ذكرك. بلند بخوانید. ورفعنا لك ذكرك. گوش کنید. فإن مع العسر يسرا. بلند بخوانید. فإن مع العسر يسرا. گوش کنید. إن مع العسر يسرا. بلند بخوانید. إن مع العسر يسرا. گوش کنید. فإذا فرغت فانصب. بلند بخوانید. فإذا فرغت فانصب. گوش کنید. وإلى ربك فارغب. بلند بخوانید. وإلى ربك فارغب. بچه های عزیز، پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس این سوره را برای دردی بخواند خداوند به آن درد شفا می‌دهد. غنچه ها، بیایید این سوره نورانی را بار دیگر بخوانیم و گوش دهیم تا ما هم نورانی شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش کنید. الم نشرح لك صدرك. بلند بخوانید. الم نشرح لك صدرك. گوش کنید. ووضعنا عنك وزرك. بلند بخوانید. ووضعنا عنك وزرك. گوش کنید. الذي أنقض ظهرك. بلند
بخواند. الذي أنقض ظهرك گوش کنید. ورفعنا لك ذكرك بلند بخواند. ورفعنا لك ذكرك گوش کنید. فإن مع العسر يسرا بلند بخواند. فإن مع العسر يسرا گوش کنید. إن مع العسر يسرا بلند بخواند. إن مع العسر يسرا گوش کنید. فإذا فرغت فانصب بلند بخواند. فإذا فرغت فانصب گوش کنید. وإلى ربك فارغب بلند بخواند. وإلى ربك فارغب. آفرین به شما بچه ها. تا برنامه بعد و سوره دیگر شما را به خداوند میسپارم. خدا حافظ. خدای من ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. ای خالق یکسان، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را. هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org